یو چطوره تیتریجی عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. امروز اومدیم برای بررسی آپدیت سیزن 7 و اینکه چه اتفاقایی قراره توی این سیزن بیفته و چه بتل پسایی قراره برگرده، چه گردونایی قراره برگرده و اینکه گردونای جدیدمون چیه. پس چنل رو حتما ساب داشته باشید، لایک ویدیو رو هم فراموش نشه و زنگوله رو روی آل بذارید تا از جدیدترین ویدیو با خبر باشید. بریم سراغ ویدیو. خب گردونه‌های رسمی که قراره بیاد توی سیزن 7 و گردونه جدید ما هستن، گردونه کاراکتر T800 و T1000 هستش. اگه فیلم باز باشید حتما این دوتا کاراکتر رو میشناسی و یکی از بهترین فیلمایی هم هستش که من دیدم. واقعا فیلمای خیلی عالیه. فیلم تقریبا میشه گفت قدیمی هم هستش ولی ارزش نگاه کردن رو داره. کاراکتر T800 که همون کاراکتر آرنولدی ما میشه، بچه‌ها به اسم آرنولد میشناسن. کاراکتر آرنولدی ما یا همون کاراکتر T800 قراره یه گان لجند داشته باشه که اون گان هم چیزی نیست به جز HS لجند که خیلی خوبه. واقعا میشه گفت یکی از بهترین گردونه‌های این سیزن میتونه باشه. و کاراکتر T1000 هم با گان تا 25 میاد توی بازی، تا 25 لجند میاد توی بازی و نمیشه گفت ارزش خرید داره چون ما تا 25 متریکش هم فکر کنم داشتیم و داریم. و اینکه مگر اینکه بخواد شما به خاطر خود گردونه یا همون کاراکترش گردونه رو بزنید، در غیر این صورت ارزش خرید دیگه ای نداره این کاراکتر. و اینکه مهمترین خبر سیزن این گردونا نیستش. مهمترین و بهترین خبر برای سیزن 7 اینه که قرار ما 3500 تا CP رایگان به دست بیاریم. حالا موقعی که آپدیت سیزن 7 منتشر بشه که میشه روز پنجشنبه و این ایونت یا همون جایزه در دسترس قرار بگیره، حتما ویدیو شما میسازم براتون و میگم که چطوری این 3500 تا CP رو چجوری به دست بیاریم و ماموریتاش رو حتما با هم انجام میدیم. و به گفته خود اکتیویژن قرار این 3500 تا CP رو ما طی 5 هفته به دست بیاریم. حالا تا اونجا که خبرها رو من دنبال کردم قراره توی 5 هفته این CP رو ما به دست بیاریم. خلاصه که اگه کال آف پلیر قبلا بودی و الان داری تازه دنبال میکنی یا اینکه الانم بازم دنبالش هستی، اصلا این 3500 اصلا کال آف پلیر نباش. بازم تو نباید اون 3500 تا CP از دست بدی. چرا؟ چون که اون 3500 تا رو رایگان به دست میاری. چون تو بخوای 3500 تا CP رو بخوای بخری، نه اینکه رایگان بری اون 3500 تا CP رو تهیه کنی و بخری، خدا تو من پولش میشه. با این الان دلار 190 تومانی این ویدیو اینجا یادگاری بمونه. این دلار 190 تومانی هم یادمون باشه. با این دلار 190 تومانی خیلی گرون در میاد اون 3500 تا. هیچ جوره نباید ما این 3500 تا رو از دست بدیم. بعد این 3500 تا کمکی هم که میتونه به ما کنه، شاید نتونه گردونه یا فول کنه. کمک خوبش اینه که اگه گردونه یا ما نصف و نیمه زدیم، یعنی که مثلا گردونهایی که الان قراره برگردن هم بهتون میگم، گردونهایی که قراره برگردن رو میتونید شما کامل کنید با اون 3500 تا. شاید مثلا 6 دور یه گردونه زدید. من برای مثال خودم 8 دور گردونه که ایکس متیک رو زدم، الان 2 دور آخرش مونده و واقعا حسرتش به دلم مونده که بخوام 2 دور آخرش هم بزنم. خلاصه با 3500 تا CP هم میتونید برای گردونای سیزن 7 نگه دارید که میتونید HS لجند یا تایپ 25 لجند رو بزنید، یعنی کاراکتر T800 و T1000. و اینکه صحبت از گردونای برگشتی شد، الان هم گردونای برگشتی براتون میگم چه گردونایی هستش. این گردونها شامل گردونای 117 لجند و انفور لجند که قراره توی تاریخ 9 آگوست و 13 آگوست این دوتا گردونه برگردن. این گردونایی که دارم بهتون توضیح میدم به ترتیب هستش، یعنی به همین ترتیب جلو بریم اینا به بازی اضافه میشن. تایپ 25 میتیکو گردونه QK9 لجند و زیلات قراره برگردم. این هم همکاری کال آف دیوتی بود اگه اشتباه نکنم، شمشیر لجنده. و این گردونه اسکایلا. این گردونه بالا هم
برای همکاری کال آف دیوتی موبایل بودش با یه انیمه اگه اشتباه نکنم یا یه بازی انیمه‌ای بود و گردونه پایینش هم که USS 9 بودش و گردونه سوفیا متیک هم قراره 28 آگوست برگرده و توی سیزن 8 که یعنی میشه 2 تا سیزن بعد گردونه اودن متیک به بازی برگرده. و اینکه بچه‌ها اینو از قلم انداختم بگم که 3 تا از آیتم‌های کاراکتر T1000 معلوم شد. 3 تا از آیتم‌های گردونه T1000 معلوم شد چیا هستن. این آیتم‌ها مربوط به کاراکتر T1000 میشه. حالا معلوم نیستش که این آیتم‌ها برای گردونه هستش یا اینکه فقط برای ایونت یا جایزه‌ای هستش که به ما میده. و اینم صفحه لودینگ سیزن 7 هستش که همکاری ترمیناتور رو میبینیم که کاراکترهای T1000 و T800 داخل این چیز هستن، داخل این پوستر هستن. این چیز چیه دیگه من گفتم وسط ویدیو. خلاصه این آیتم ها هستش و اینکه بریم واسه بخش بعدی میشه بخش بتل پس و آیتم های بتل پس که ببینیم چه آیتم هایی داخل بتل پس ما داریم و اینکه چه کاراکترهایی ما میتونیم مشاهده کنیم. این پوستر رسمی گانای بتل پسمون هستش که قراره برای سیزن 7 بیاد و منتشر بشه و اینکه واقعیت نمیدونم دوستان که قراره یه ایونتی بیاد یا همون بتل پس قراره بیاد به بازی که توی اون بتل پس ما قراره گردونه که نه اسکینای لجند و متیک داشته باشیم. یعنی از بتل پس شما یکم باید بیشتر هزینه کنید تا بتونید اسکین لجند یا گان لجند رو شما به دست بیارید. حالا اون اگه اخبار کاملش دستم بیاد حتما ویدیوشو براتون درست میکنم و اینکه اینا هم کاراکترهای بتل پس سیزن 7 مون هستش. آیتم های این بتل پس شامل کالین کارد، فریم آواتار آیکونمون میشه و چارم واقعا قشنگی اون میتونیم رو HS اسکلتی هم بندازیم. ایده خوبیه. آواتار آیکون بهمون میده و کیف که واقعا کیف استفاده نکنید خیلی بهتره، مخصوصا توی بتل اگه بازی میکنید چون اسکینتون واقعا گنده میکنه، خیلی بده موومنت زدن باهاش. پس من پیشنهاد نمیکنم هر جور کیفی، حتی اگه متیک هم تو بازی بیاد از نظر من خیلی بده، چون به هر حال اون کیف یه بار اضافه ایه که قراره شما به دوش بکشید و موومنتتون رو خیلی سنگین تر میکنه. و اینکه یه خبر داغ دیگه اینه که توی سیزن 7 اگه اشتباه نکنم قراره ما گردونه سریز آرموری داشته باشیم یا همون چند تا لجند و با توکنای رایگانی که میده میتونیم شانسمون رو امتحان کنیم که اون گانا رو به دست بیاریم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیوهای بررسی گردونه سریز آرموری، بتل پس های برگشتی بهتون نشون بدم که اولین بتل پس برگشتی تو انیورسری بود که برای اگه اشتباه نکنم سالگرد 2 سالگی کال آف این بتل پس به بازی اضافه شد. الان دوباره قراره این بتل پس برگرده که کلا الان 3 تا بتل پس قراره به بازی برگرده. خب بریم سراغ بررسی این گان اولش از بله لجن هستش که این گان اسپکشنش رو میبینیم واقعا خیلی خفنه، محشره. اگه اشتباه نکنم FFAR لجند هستش که گان اسپکشن قشنگی داره، واقعا بی‌نظیر گان اسپکشنش. بچه‌ها اگه توی ویدیو بهتون گفتم ببخشید اگه توی ویدیو بهتون گفتم که سریز آرموری، فکر کنم اشتباه گفتم چون سریز آرموری اسم گردونه چند گان لجند قبلی بودش که همینطوری اومده بود با توکن میتونستیم ما بگیریمش. خلاصه که اینا هم قراره بیاد به بازی و با توکن رایگان میتونیم شانسمون رو امتحان کنیم. و مهمتر از همه اینا گان BP50 لجند T1000 رو من کیلوفکتش رو پیدا کردم و بررسی گانش رو پیدا کردم و اینکه اگه توی
توی ویدیو بهتون گفتم که تایپ 25 لژنده، معذرت میخوام واقعا. این گانش T1000 گان BP50 لژند میشه و اینکه کیل افکتش رو الان داریم با هم مشاهده میکنیم و واقعا کیل افکت محشریه. باز جزئیات بیشتر این گان رو میتونیم موقعی که اومد ببینیم، اون موقع میتونیم بفهمیم که واقعا ارزش خرید داره این گان یا نه. الان که این ویدیوشو دیدم BP50 رو میتونم بگم تقریبا ارزش خریدش رو میتونه بگیره و داشته باشه، یعنی ارزش خرید داره. و اینکه گردونه چند لژندی که بهتون چند دقیقه پیش معرفی کردم، اگه با کامل کردن کل گردونه، یعنی گرفتن کل گانای این گردونه، بتونید این گردونه رو کامل کنید، بهتون یه آیکون یا همون مدالی رو بهتون میده که میتونید روی پروفایلتون بذارید و واقعا شکل و شمایل قشنگی داره، خیلی شکل قشنگیه. من گفتم که نمونه از قدم نیفته. و اینکه مهمترین خبرمون میمونه خبرای 3500 CP که بچه ها همین الان دستم رسید و اینکه میدونیم که چه شکل شمایل داره و قراره چجوری این ایونت باشه. حالا جزئیات بیشتری ما نیاز داریم تا بفهمیم که چطوری این 3500 CP رو بگیریم و اینو دوباره باید بهتون بگم و تکرار کنم که این 3500 CP رو ما طی 5 هفته قراره بگیریم و قراره این 3500 CP رو ما طی یه روز یا 2 روز یا یه هفته بگیریم. این 3500 CP قراره توی 5 هفته ما به دستش بیاریم و اینکه توی همون روزم به نظرم باید ماموریتاش انجام بدیم، یعنی که حتی یه روز، یعنی توی سیزن 7 حتی یه روزش هم نباید از دست بدیم. کافی موبایل یعنی هر روز باید توی سیزن 7 بهش سر بزنید. بچه ها اینم گان جدیدمون هستش که سیزن 7 به بازی اضافه میشه، اسم گان کورونل هستش و سیزن 7 ما رو زمین میتونیم اینو بگیریمش و استفاده کنیم ازش و گان نسبتا خوبی میشه دونستینو. و اینکه عملکردش باید توی بتل رویال و مولتی ببینیم چجوری هستش. از باف و نرفای سیزن 7 بخوام بهتون بگم، ICR باف میشه، اسکیس باف و خودتون میتونید بچه ها ویدیو رو استوب کنید و ببینید چه کلاس ها و چه گانایی باف و نرف شده. خب دوستان رسیدیم به آخر ویدیو، امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و اینکه اطلاعات مفیدی رو بهتون ارائه داده باشم و اینکه حتما چنل ساب داشته باشید تا از جدیدترین ویدیوی کال آف با خبر بشید و از هر گیمی که بگید من ویدیو میسازم. خلاصه اینکه این 3500 CP هم اصلا از دست ندید چون من ویدیوشو حتما درست میکنم و اینکه خودم واقعا مشتاق اینم که HS لژند به بازی بیادش و خیلی زود گردونش رو فول کنم و براتون ویدیوشو بسازم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردید. تا ویدیوی بعدی پیس اوت.